خاستگاهی برای یکی از رویایی ترین شهرهای جهان. نیویورک یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایالات متحده آمریکا است و همچنین این شهر از حیث وسعت بنا بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر جهانه، البته نه از نظر زیربنایی. نیویورک از 5 ناحیه شامل برانکس، بروکلین، منهتن، کوینز و استیتن آیلند تشکیل شده. مناطق کوینز و بروکلین دارای پایین‌ترین سطح رفاه و کیفیت زندگی و مناطق منهتن و برانکس دارای بیشترین سطح توسعه یافتگی، رفاه و کیفیت زندگیه. این شهر یکی از قطب‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان به شمار میره. به همت گروهی از فعالان جامعه ایرانیان نیویورک از سال 2005 هر ساله به مناسبت عید نوروز رژه‌ای به نام رژه نوروزی ایرانیان نیویورک یا به اصطلاح نیویورک پرژن پرید در خیابان‌های نیویورک برگزار میشه که در اون هزاران تن از ایرانیان و دیگر اقوامی که عید نوروز رو جشن میگیرن در خیابان‌های معین شده‌ای از منهتن به جشن و پایکوبی میپردازن. همچنین مرکز یکی از بزرگترین و جامع‌ترین پروژه‌های ایرانشناسی به نام دانشنامه ایرانیکا هم در این شهر و در دانشگاه کلمبیا قرار داره. عده‌ای به دلیل اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منحصر به فرد نیویورک این شهر رو پایتخت جهان می‌نامند. بر مبنای آخرین داده‌های دقیق جغرافیایی، بیشترین درازای شهر نیویورک 58 کیلومتر و بیشترین درازای کلان شهر نیویورک 211 کیلومتر بوده که اون رو به وسیع‌ترین کلان شهر در جهان تبدیل کرده. البته با منطقه کلان شهری که شامل نیوجرسی و کانتیکت هم میشه 311 کیلومتر درازا داره. نیویورک تا سال 1664 نیو آمستردام نام داشت. ابر شهر نیویورک با مساحت 8683 کیلومتر مربع وسیع‌ترین شهر ایالات متحده آمریکا و وسیع‌ترین منطقه شهری در جهانه. در میان شهرهای بزرگ جهان، تولید ناخالص داخلی نیویورک در زمره بیشترین ها قرار داره که از نظر ارزش اسمی میشه به تنهایی اون رو با کشور بزرگی مثل روسیه مقایسه کرد. شهر نیویورک یکی از متنوع‌ترین مکانهای زبانی در جهانه. با بیش از 800 زبان گفتاری، اینجا یک دیگ ذوب واقعی فرهنگ هاست. در محله‌هایی مانند کوینز قدم بزنید و سمفونی زبان‌ها رو خواهید شنید که ماهیت چند فرهنگی شهر رو منعکس می‌کنه. در واقع کوینز به عنوان متنوع‌ترین منطقه شهری روی کره زمین از نظر قومیتی در نظر گرفته میشه و حتی برای اثبات اون رکورد جهانی گینس رو هم در اختیار داره. شهر نیویورک با داشتن 274 آسمان خراش با ارتفاع بیش از 150 متر بعد از هنگ کنگ بیشترین تعداد آسمان خراش رو در میان شهرهای دنیا داره. مطابق آمار سال 2007 نیویورک با احتساب حومه جمعیتی قریب به 20 میلیون نفر یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای آمریکا به شمار میره. از طرفی قطار شهری نیویورک که در سال 1904 افتتاح شد بیشترین ایستگاه‌های مترو جهان رو داره. بازار بورس نیویورک بزرگترین بازار بورس جهان در معاملات دلاریه که در خیابون وال استریت قرار داره. مرکز اصلی سازمان ملل متحد در کلان شهر نیویورک و همچنین مجسمه آزادی مهمترین نماد ایالات متحده آمریکا در نیویورک واقع شده. قلب تجاری ایالات متحده آمریکا در شهر نیویورکه. مرکز تجارت جهانی در ناحیه منهتن قرار داشت. همچنین فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی یکی از 3 فرودگاه بین‌المللی شهر نیویورکه. در حالی که روزنامه اقتصادی وال استریت ژورنال در این شهر چاپ میشه، نبض تجارت سهام کشور در خیابون وال استریت و در بازار بورس نیویورک و همچنین بورس الکترونیکی تپش میکنه. در سال 2017 تولید ناخالص داخلی شهر نیویورک به تنهایی برابر 1.73 تریلیون دلار بوده. طبق این آمار یعنی اگر نیویورک رو یک کشور در نظر بگیریم در اون سال به تنهایی رتبه 12 رو داشت و بالاتر از کشور اسپانیا و روسیه بود. در نیویورک بوق زدن غیرقانونیه. در یکی از پر سر و صداترین و پر هرج و مرج‌ترین شهرهای جهان ممکنه تعجب آور باشه که بوق زدن ماشین شما اغلب غیرقانونیه. مقررات راهنمایی رانندگی شهر نیویورک تصریح میکنه که بوق زدن خودروها فقط باید برای هشدار در مورد خطر استفاده شه، نه برای تخلیه ناامیدی و البته عصبانیتتون. با این حال اگه بعد از کار به عنوان مشاور کمپ از نیویورک بازدید کنید، متوجه میشید که این قانون دقیقاً اجرا نمیشه.
در واقع بوق زدن مداوم اغلب موسیقی متن شهر رو فراهم میکنه و در نتیجه این قانون کاملا نادیده گرفته شده. اگر به اندازه کافی خوش شانس باشین که دارای ملک در شهر نیویورک هستین، میتونید درخواست کنید خیابون خودتون رو با درختی در خارج از خونه خودتون زنده نگه دارید و البته زیباش کنید. این شهر متعهد به تقویت پوشش شهری خودش و مبارزه با آلودگی هواست که در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته. با این حال شما میتونید از دولت درخت دریافت کنید، ولی البته فرآیند سریع و راحتی هم نیست. هنگامی که درخواست اولیه خودتون رو ارسال کردین، ممکنه 1 سال طول بکشه تا یک مقام شهری ارزیابی کنه که آیا خیابون شما مکان مناسبی برای رشد و شکوفایی درخت هست یا نه. بعدش ممکنه 2 سال دیگه هم طول بکشه تا درخت شما واقعاً کاشته شه. شما میتونید نوع خاصی از درخت رو درخواست کنید، اما تصمیم نهایی به مقامات دولتی و شهری بستگی داره که مناسبترین و مفیدترین درخت رو برای محله شما انتخاب میکنن. اگر جزء اون دسته از افرادی باشین که حتی 1 بار به نیویورک رفتین، به سرعت متوجه خواهید شد که مترو یک راه مغروم به صرفه و آسون برای پیمایش در شهره. شهر نیویورک دارای یکی از گسترده ترین سیستم های مترو در جهانه که دارای 472 ایستگاهه. این فقط یک وسیله حمل و نقل نیست، بلکه یک دنیای زیرزمینی پر از هنر، اتوبوس‌ها و حتی ایستگاه‌های مخفی رها شده است. این پیچ و خمه که همچنان شگفت انگیزه و هر نیویورکی داستان‌های متروی خاص خودش رو داره. از حمل و نقل بگذریم، میرسیم به اصل غذا خوردن، یعنی پیتزا. اصل پیتزا یک امر عجیب اقتصادی دیرینه است و اعلام میکنه که هزینه یک تکه پیتزا در نیویورک همیشه برابر با هزینه بلیت متروه. طی 50 سال گذشته قیمت بلیت مترو و تکه های پیتزا با سرعت تقریباً یکسانی افزایش یافته و اقتصاددانان حتی از افزایش قیمت پیتزا برای پیشبینی دقیق زمان افزایش کرایه مترو استفاده کردند. همچنین در سال 2022 گزارش شد که هزینه تکه‌های پیتزا رسما بالاتر از بلیت مترو در سراسر شهره. این حقایق سرگرم کننده و جذاب آثاری غنی از تاریخ، فرهنگ و ویژگی‌هایی رو به نمایش میگذاره که نیویورک رو به شهری تبدیل میکنه که مانند هیچ شهر دیگه‌ای در دنیا نیست و برای هر مسافری بیشک یکی از زیباترین و البته بهترین تجربه‌های زندگیش خواهد بود. حالا با تمام نکاتی که گفته شد، شما هم اگر نکته دیگه‌ای رو راجع به نیویورک میدونید، حتما توی کامنت‌ها واسمون بنویسین. مرسی از اینکه با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب چنل ازمون حمایت میکنید و اگر دوست دارین که راجع به کشورهای دیگه و البته آمریکا و ایالت‌هاش بیشتر بدونید، حتما روی این ویدیو کلیک کنید و به تماشاتون از ویدیوهای دیگه ادامه بدین.